داستان از این قرار بودش که فکر میکنم هلوش 2 ماه پیش شما رو به همراه 4 رقصنده دیگه، حالا یه عده میگن رقصنده نگو بگو رقاص یا دنسر، شما میگید 3 تا ولی خب 4 تا پیج بسته شد اون زمان. و ابتدا ما خبر رو وقت جانم با من 4 تا بودن، 3 تا دیگه هم بودن. درسته. 4 تا پیج بسته شد که ما بلافاصله خبر رو زدیم که قرارگاه فتح 1 که مربوط به اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی ایرانه پیج ها رو بسته، که یه عده فکر می‌کردن که پلیس فتح این کارو کرده، که یه عده فکر می‌کردن که اداره اطلاعات این کارو انجام داده. اما این اتفاق بر اساس خبرهایی هم که برام پشت پرده رسید بود، قرارگاه فتح 1 مربوط به اطلاعات سپاه به همراه پلیس امنیت شما رو دستگیر کرده بودن. درسته؟ بله. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، ما خبرهایی را که از سوی ایران گرفتیم و پیگیر شدیم که چرا اصلا این پیج‌ها بسته شده. به ما گفتن که اینها تبلیغ سایت قمار و شرط بندی کردن، که ما هم بلافاصله توی کانال پوشش دادیم و خیلی هم ناراحت بودیم که اصلا چرا داری همچین اتفاقی میفته. گذر زمان جانم اگر برای یه قمار بود، خب شاداب جان که با من گرفته شد هیچ وقت تبلیغ نمیذاشتش، میدونی؟ پس چرا شادابو گرفتم و هیچ حرفی ازش. درست. بعد زمان گذشت، حالا من دارم تحلیل ها رو میگم که از ابتدا تا انتها چه اتفاقی افتاد. زمان گذشت و مستندی به اسم بیراهه توی اوج اتفاقات عجیب و غریبی که داشت در ایران میافتاد بیرون اومد و نقطه طلایی اون مستند این بودش که خیلی هم سوال در رسانه‌ها پیش اومده بود که اصلا مردم چجور تشخیص دادن این 4 تا یا این 3 تا آدم شمایید، که این سوال اول بود. و سوال دوم که یک گریه در اون مستند پخش شد که نقطه کلیدی بود. من اول اون گریه رو پخش میکنم که خیلی از دوستان بفهمن داستان از چی بوده، بعد ادامه میدیم با هم دیگه. درسته؟ بسیار عالی. خب این مستند بیرایه است. هیچ وقت نه کلاس گذاشتم یه ساعت نه تا ایران. این ماهده است شمایید؟ خب اگر هم به موی قرمز نگاه کنید، هم به صدا، خب مسلما این من هستم و این یه تیکه آره دیگه مشخصه دیگه، تصویر تو آره ولی خب مشخصه. کسی که کانادا زندگی میکنه منم. ببینید 2 تا وایس توی اون مصاحبه هست، یکی صدای ماهده جون که میگه من نمیدونستم این اتفاق افتاده، و یکی صدای من هستش که میگم من 4 سال نامزد داشتم، به خاطر اون اومدم ایران و کانادا زندگی میکنم، و همه اینا با بغض هستش. خب کی کانادا زندگی میکنه؟ من 5 اقامت کانادا دارم. درست. حالا به اسم من یه تیکه رو پلی بکنم که دوستان اول یه بک‌گراند بیاد بزنینشون. بعد خب این که بقیه پول میگیرن با این صدای ماهده است. حالا تصویر سیاه خیلی البته. پیشنهاد این کار بهم شد ولی انجام ندادم. اصلا هیچ وقت نه کلاس گذاشتم یه ساعت نه تا ایران. چرا یکی 2 بار خواننده ها میگم کاراشون رو ما میخواست داده بودن، ولی مثلا ما موزیک میگرفتیم بعد مثلا به اون پول میدادش، مثلا 600-700 هزار تومن مثلا میداد، مثلا استودیو دار بودش، من باهاشون در ارتباط خب این گریه‌های شما بود دیگه، که بعد یه سری از افراد هم خیلی اسکی رفتن روی این قضیه و از جمله فکر کنم خانم مسیح علی نژاد بود که مائده رو مثال زد. بعد گفته بود که ایشون یک بچه 17 ساله است که گریه‌های شما رو ربط دادن به یک دختر بچه 17 ساله. درسته؟ این که درسته واقعا. من اصلا میدونید، حالا اول که سلام به همه، ولی میخواستم بگم که این داستانی که به وجود اومد، اولا این که من وارد یه حاشیه ها و یه بازی‌های شدم که اصلا واقعا من خانم علی نژاد سر این داستان شناختم، یعنی من اصلا ایشون رو نمیشناسم، میدونی؟ فقط انقدر توی دایرکتم یه دفعه دیدم دارن گریه های منو میذارن، خب میفرستم مثلا برام که یکی پست گذاشته یه مائده 18 ساله، و خب آدم ها میتونستن باور کنن این یه دختر 18 ساله است. من خانوادم، دوستام، آشناها و خیلی های دیگه میدونستن اون منم و آبروی من رفته بود، و تنها کاری که تونستم بکنم این بودش که واقعا 3-4 روز به خانم علی نژاد من دایرکت دادم پیام، حتی یه بار ادمینش جواب داد من ادمین هستم، و من براشون تکست دادم گفتم خواهش میکنم گریه های منو بردارید از توی پیجتون، خواهش میکنم، چون اون موقع هنوز هیچ بازی حتی حمایت نکرده بود و واقعا خیلی ضایع بود واسه منی که همه اقوام و آشنام توی حالا مثلا این اینستاگرام یا پیج من بودن، یه دفعه مثلا خب من دارم میگم مام بابام جدا شدن، دارم پول میگیرم، خب به نظر من اصلا کار کثیفی بود واقعا از
اول. ولی خب خانم علیرضا هم سین نکردن، حالا فرصت نداشتن، توجه نکردن، نمیدونم. ولی من 3-4 بار بهش پیام و وقتی که دیدم دیگه بازیگران دارن میگن عکس دختر 17 ساله یا هر چیزی، دیگه گفتم اوکی خب من با شادابم صحبت کردم، ما دوتا تصمیم گرفتیم که به هیچ عنوان نه حرفی راجع به این موضوع بزنیم نه خودمون رو وارد حاشیه کنیم، میدونید؟ یعنی فقط وایسادیم چی میگم. فقط من یک گلاس گذاشتم گفتم تو رو خدا این کارا رو تموم کنید. من یه ماه پیش من اومدم کانادا، من 3 شب بازداشت بودم، مائده جون حالش خوبه، یه شب بازداشت بوده. حالا میرسیم. از ابتدا میشه توضیح بدید که از ابتدا چه اتفاقی افتاد؟ از همون روز اول چه جوری شما رو گرفتن، چه جوری اومدن، با چه حکمی اومدن؟ از ابتدا میشه یه توضیحاتی ما بدید. آقای سعدی من تصویرم تیکه تیکه نیست هست ولی خب حالا صداتون خوبه، مهم حالا صداه، تصویر حالا. آقای فردین ببینید من راستیتش خب همه میدونن، کسایی که فالو میکردم من توی ایران زندگی نمیکردم، به خاطر حالا کاری که داشتم مجبور شدم 10 ماه اومدم ایران و وقتی این کارم رو ادامه دادم کاری نبود که اصلا از توی ایران شروع کنم، از توی کانادا شروع میکردم و اومدم ایران. اولین بار با آقای یوسفی این کار رو روتین کردیم توی این اینستاگرام. طبق چیزی که من گفتم من 4 ماه تحت نظر بودم، یعنی از اسفند من نه همه دنسرهایی که حالا میگفتن شاخ مجازی هم. و اینکه خیلی ترسناک پرونده‌ای که از من داشتن پرونده جد در جد من بود، یعنی از روز اولی که من وارد ایران شدم خیلی ماجرا آره اینا جنگ روانی اداره اطلاعات دیگه، طبیعتا اداره اطلاعات این کار رو انجام بزرگ بود که من اگر دقت کنید گریه من از شوکه بودم و ترسه، چون من ایران زندگی نمی‌کردم، هیچ خانواده‌ای نداشتم و تو خونه تنها بودم و 6 صبح یه دفعه خب چند تا مأمور ریختن تو خونمون با حکم جلب من و منو بردن امنیت. مثلا حتی نمیدونستم تا فردا کجا هستم. آخر شب بعد از چند ساعت چه ساعتی شما رو گرفتن؟ چه جوری گرفتن؟ با چه حکمی گرفتن؟ اینا توضیح میدید من. ببینید آقای فردین راستش من خونه بودم 6:15 صبح، سرایداریمون رو زده بودم پایین چون ما توی ساختمون زندگی می‌کردیم و اومده بودم بالا. سرایدار من میگفت عکس من مثل یک قاتل روی یک برگ آچار بوده و نشونشون دادن، گفتن این مثلا این خانوم اینجا زندگی میکنه و سرایدار من گفته بوده بله و این طبقه هست دیگه. من 6 صبح دیدم میکوبم به در و خب ترسیده بودم، فکر میکردم مثلا اتفاقی افتاده. اخواب پریدم در رو باز کردم دیدم چند تا مامورن، 3 تا آقا بودن، 4 تا آقا بودن، یکیشون پایین بود و یه خانوم بودش. اومدم و رو سر من یه چیزی کشیدم چون رو سری نداشتم و من از همون لحظه شروع کردم به لرزیدن چون واقعا شوکه شده بودم. من هیچ وقت همچین اتفاقی واسم نیفتاده بود و فقط گفتم گوشیت کو، گوشیمو گرفتن و من فقط میگفتم آقا تو رو خدا به من بگو چی شده، من هیچ کیو اینجا ندارم، فقط به من بگو چی شده. گفت حالا مشخص میشه. بعد میریم حالا چند تا سوال تا ساعت 10-11 تموم میشه و دیگه 405 نبود ماشینشون؟ معمولا با 405 معمولا 405. آره ولی خب میدونید با ما خوبیش که حالا با ماشین پلیس نیومده بودن ولی خب یه جوری رفتار کردن که خب همسایه‌های ما فهمیدن اونایی که پایین بودن، چون من اصلا میگم میلردم، یعنی در طول اون 2 شب و 3 روزی که منو گرفته بودن من واقعا میتونم انجام بدم. درست. البته اونجوری که تو خبر اومد شما خودتون گفتید که همه رو یه شب گرفتن، شما میگی من 2 شب و چرا شما 2-3 شب بودید داخل؟ اون چیزی که من موقعی که رفتم اونجا کسایی که میشناختم خب مادر عزیز و شاداب جون بودش و یه خانم دیگه که مربی باشگاه بودن. بعد اون روز ماها رو چون زیر 18 سال بود ازش چند ساعت بازجویی کردن و گفتن دادسرا نمیتونه امشب بازداشت بشه چون زیر 18 سال بودش و اگرم بخوان نگهش دارن میفرستن کانون حمایت از کانون اصلاح تربیت. آره اصلاح تربیت. گفتن چون زیر 18 ساله
و من خودم با اون خانم دیگه و شاداب 4 ساعت اول توی بازداشتگاه با هم بودیم 3 نفر و فرداش ما رو بردن دادسرا. قرار بود که توی دادسرا قاضی پرونده های ما رو چک کنه، چون موقعی که پرونده رو تو بازجویی آوردن همه کلیپا و همه عکس‌ها و همه چی بود، حتی اسم کسایی که من باشون 6 ماه پیش عکس گرفته بودم و میگم درسته؟ 7 ساعت بازجویی ما طول کشید. دیگه ما رفتیم قاضی چقدر جان طول کشید؟ ببینید ما 7:30 صبح امنیت بودیم واسه بازجویی، ساعت 6:30 ما رو فرستادن بازداشتگاه، یعنی بیشتر از 7 ساعت، چون آدمای دیگه هم بودن که مثلا واسه داب اسمش یا عکس گرفته بودنش. بعد دیگه موقعی هم که رفتم من باشون صحبت کردم، خب من واقعیت رو گفتم آقا من اصلا نمیدونستم این کار جرمه. من موقعی که اومدم ایران خیلی این کار رو خب میکردن و مشکل اینجا بود که من نه زنگی داشتم نه تذکری داشتم و نه حتی یک بار نامه اومده بود که خانم جمع کن پیجتو. طبیعتا عمل مجرمانه هست. خب شما نمیدونستید به هر حال خب اصلا به ما نوتیس ندادم. ببینید خیلی دنسرهای دیگه بودن، خب من صحبت کردم و بهشون نامه داده بودن و گفته بودن که در موضوع احضار بشید، ولی منو ریختن تو خونه گرفتن، شادابو برده بودن گرفته بودنش، یا حتی مائده رو رفتن دم خونش آوردن. و دیگه فردا صبحش هم قاضی معین کردش که مثلا وثیقه چند میلیونی هر پرونده میخواد و من چون هیچ خانوادم ایران نبودن من نتونستم توی اون 1-2 ساعت چقدر وثیقه باید میدادید؟ برای من 200 میلیون بودش. خب بعدش یه وثیقه 200 میلیونی بود و 4 تا هم کسبی. ولی خب مثلا برای شاداب جان یه وثیقه 300 میلیونی بود با 3 تا کفیل، فرق داشت نسبت به حکمامون. خب من آموزش نداشتم، شاداب مثلا آموزش روی پیجش بود، مثلا خب من با خواننده ها کار میکردم، اون این کارو نمیکرد. ولی خب میدونید خیلی مسئله الکی گنده شد و حتی وقتی منو آزاد کردن من 23-4 روز بعدش اومدم کانادا، چون بعد دادگاه‌های اولمو میرفتم بازجوییامو انجام میدادم و بعد وکیلمو میذاشتم برای دادگاه اصلی میومدم. بعد یه دفعه اصلا داستان کردن سیاسی، میدونید یه دفعه بازجویی ما پخش شد. خب من خودم 1 ماه پیجمو برگردوندم رو باز کنم، چون پرونده من بازه هنوز. میدونید الان من خیلی به ضررمه وقتی خانم علی نژاد میاد از خودش از من یه مصاحبه میذاره، خب همه اینا فکر میکنن ما با ایشون در ارتباطیم یا با هر کس دیگه و اصلا این برای ما خوب نیستش. ولی خب من فقط از فالوورام خواهش کردم، گفتم میشه لطفا ادامه ندین، این مسئله مال الان نیست. ولی خب شاید با از 100% با 30% آدمایی که اومدن بهم گفتن تو رو اصلا نگرفتن، تو میخوای خودتو بچسبونی. آخه زندان رفتن چسبوندن داره، میدونی کلاس داره برای بچهای پایین. بله دیگه منم یه پست گذاشتم و گفتم اوکی من اصلا برام مهم نیست کسی چی میگه، من کار خودم انجام میدم. درست. کی ازتون اون مصاحبه تلویزیونی رو گرفتن که پخش شد؟ چه روزی گرفته بودن؟ جان این مصاحبه تلویزیونی رو کی از شما گرفتن؟ همون روز اولی که بازداشتمون کردن همه این کارا رو انجام دادن و شبش ما رو بازداشت کردن، فردا صبحش دادگاه رفتیم، یعنی دادسرا. و اینکه بعد شکنجه یا آزار کاری نکردن؟ نه اصلا شکنجه نه، اصلا میدونید خیلی ترسناک بود، ولی ترسناک واسه ما که توی این بازی ها نیستیم بود. رفتار بدی نبود. من یه نکته به بیننده ها بگم شاید جالب باشه. دستگاه اطلاعاتی امنیتی داخل ایران به خصوص وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه اگر شخصی رو بگیرن، اصلا این جزء کنوانسیون ها و قوانین خودشون هستش، به هیچ عنوان طرف رو نمیزنن، اصلا دست بهش نمیزنن. بیشتر شکنجه‌ای که وزارت اطلاعات میده یا اطلاعات سپاه میده، حالا اون کسایی که رفتن رو هم چندین بار مزاحمم شدن. بله بفرمایید. اجازه میدید من این لایو رو قطع کنم که سیوش کنم که نپره، چون شما باز اینترنتتون داره تیکه تیکه میشه. من اینو سیو کنم دوباره بگید. بسیار عالی. باش
بسیار. من داشتم یه توضیحاتی رو میدادم، حالا خیلی از دوستان شاید ندونن. دستگاه اطلاعاتی و امنیتی، حالا یا اطلاعات یا اطلاعات سپاه، وقتی کسی رو دستگیر میکنن به هیچ عنوان اصلا به اون طرف شکنجه مثلا فیزیکی نمیدن، چون یه عده میان خارج از کشورم پناهنده میشن میگن آقا ما رو تو اداره اطلاعات زدن ترکون نفر. اصلا اداره اطلاعات بیشتر شکنجه روحیه یا با دیتاهایی که میده. شما دقیقا مثلا 100 تا تهمت میزنن که بگن کدومش در میاد، ولی واقعا شکنجه و این چیزا نیست اصلا. یه عده جان دوستان نمیدونن، فکر کنم طرف اطلاعات گرفته یه اصطلاحی هم هست میگن شیشه نوشا با اینا. خب بگذاریم. این مصاحبه تلویزیونی که از شما گرفتم با رضایت خودتون بود؟ اصلا واقعا من حتی به وکیلم هم گفتم واقعا ازشون شکایت بکنه، به خاطر اینکه موقعی که این بازجویی رو از ما گرفتن، خب ببینید مسخره است. من اصلا پشیمون نیستم از حرفایی که زدم، چون دروغی نگفتم، واقعیت رو بهشون گفتم. ولی اینی که بخوان انقدر نفهم باشن که به خاطر اینکه حالا مثلا سر مردم رو گرم کنن، این اصلا نظر شخصی منه. من اصلا با نه کاری با گروهی دارم نه با کسی. بخوان مصاحبه منو بذارن انقدر ضایع. خب میدونن الناز قاسمی رو میشناسن، حداقل یه ذره میشناسن تو این اینستاگرام، و وقتی منو میذارم با موئر کانادا میدونن پس این حاشیه به وجود میاد. واقعا کارشون مسخره بود و من شکایت میکنم، چون بهم گفتن این برای تکمیل پرونده است و اصلا برای قاضیه، واسه یه رسانه یا شبکه‌ای نیستش. حتی یادم میاد شاداب اونجا یه دفعه خندید گفت شبیه مستند شوک قاتلا و موادی ها رو میشونم مثلا واسه مصاحبه میکنم. واقعا باورمون نمیشه اینجوری رفتار میکنم، ولی مجبور بودیم دیگه. بعد شما چجور از کشور خارج شدید؟ حالا با توجه به اینکه این حکم براتون اومده بود، خب طبیعتاً باید ممنوع خروج بشید دیگه. به اصطلاح دقیقاً من نمیدونم، ولی خب خب بذارید این یه سوالی بود که میگفتن یه ارستی یا میگفتن تو علکی پناهنده شدی. اولا من برگه لند کارتم که پی آرم که مال 2013 هستش موجود اینتر اوکیه. الان هست. اوکی بفهمید. تا لند و کارت من اینکه شنیدم. سند گذاشتم و 4 تا کفیل و پرونده من بازه. من فرار نکردم، من اومدم کانادا و اینجا من دارم فعالیت میکنم، به ایران ربطی نداره، جرم نیستش. من مجرم شدم به خاطر اینکه خب توی ایران فعالیت رسمی کردم، منو گرفتن. و وقتی یه کسی، من فراری که نبودم، من دادگاهمو حاضر شدم، من وکیل گرفتم 2 تا توی پروندم و کفیل گذاشتم. یکی از کفیلا مثلا آدمایی بودش که مثلا آدمی که میشناسم و من فراری نبودم که بخوام بگم ممنوع خروجم کنم و اقامت داشتم. میدونید من مشکلی نداشتم واسه رفتن. درست. بعدش که رفتید دادگاه، قاضی چه تفهیم اتهامی به شما کرد؟ یعنی چه اتهامی به شما زده بودن توی دادگاه؟ شما تفهیم اتهام میشدید طبیعتاً دیگه، بدونید جرمتون چیه دیگه. توی قانون که رست جرم نداریم، به ما فحشا و فساد، ترویج فحشا و فساد و این چیزا زدن. بسیار عالی. چقدرم ترویج. خب یه نکته دیگه که وجود داشت بعد از اینکه شما اومدید کانادا، یه 20-25 روز بعدش که ما اومدیم یه عکس از شما گذاشتیم، گفتیم که الناز قاسمی هم قابلیت فاضلاب شدن داره. چرا این کارو کردیم؟ گفتیم که شما تبلیغ سایت‌های شرط بندی میکنید و بله. چرا تبلیغ سایت کردید؟ ما تعارف هم نداریم، خودتون میدونید، قبلا هم باهاتون صحبت کردم روی این قضیه. صداتون رو نشنیدم آقای فردین. گفتم که شما اومدید کانادا، یه 20-25 روز بعدش اومدید کانادا و ما یک پست در کانال خودمون گذاشتیم، گفتیم که الناز قاسمی قابلیت فاضلاب شدن داره چون تبلیغ سایت شرط بندی میکنه و عملا ما یکم به این قضیه آلرژی داریم. چی شد که اصلا شما تبلیغ سایت شرط بندی که به خودتون هم گفته بودم که دلیلش چی بوده، ولی خب دوستان بشنون و بدونن که چرا این اتفاق افتاد، کی به شما تبلیغ داد، برای چی بهتون داد، چقدر بهتون پول داد و خودتون بگید. خب ببینید آقای فردین، این مسئله‌ای که من اومدم بعد از الان صدا میاد؟ بله کامل میاد. درست.
آقای فردین شرط بندی اولا اینکه من به خاطر همون پستتون که راجع به من گذاشتید با پیجتون آشنا شدم همین چند پیش و من اصلا نمیشناختم شما رو. همین 3-4 روز پیش چند تا از دوستان به من گفتن که تو پول زیادی میگیری واسه این کار و من گفتم نه. خب ببینید برای من تبلیغ گذاشتن یه چارچوبی داره. مثلا خب من هیچ وقت نمیام تبلیغ مثلا یه چیزی که مربوط به کارم نیست بذارم، ولی خب سایت شرط بندی یه جور بازی بود که من میدیدم همه میذارم و قبل از بازداشت شدنم من 2 بار استوری گذاشته بودم. اصلا بعد از بازداشت شدنم نبود این موضوع. یعنی من یه بار کلیپ درست کردم برای این سایت و 3 بارم استوری گذاشتم و اصلا به جون خواهرم 1 قرون اضافه تر از تبلیغ کفش یا لوازم آرایش نبود، همون بود. این سایت به من از همون دایرکتش پیام داد، من طرفه واسش فرستادم و به من چقدر ازشون پول گرفتی؟ من برای استوری ازشون 250 تومن گرفته بودم. خب و پیشاش هم هستش. میگم اصلا مثل تبلیغی بودش که اون موقع میذاشتم، یعنی اصلا اضافه بر اون نبودش و به نظر من میدونید از نظر من یه بازی بود خب، یا یه چیزی که روتینه همه میذارم و ولی وقتی دیدم خب یه مثلا پیجی مثل پیج شما هستش که حالا میگید فاضلاب یا هر چیزی، خب من اومدم نگاه کردم اون کلیپی که ساخته بود راجع به حالا کلاهبرداری و اینا رو دیدم و گفتم به خاطر خودم حداقل اگه 50%، 100%، 10% این موضوع راست باشه من نمیخوام این کار رو انجام بدم از طرف من. خب دیگه هم ادامهش ندادم و خودم بهتون دایرکت دادم. بله بله. خب الان چی؟ الان تبلیغ سایت شرط بندی میکنید از الان به بعد؟ راستش امروز یه 2 تا داشتم کنسل کردم. پس قابلیت چیز دارید دیگه که ما لفظ فاضلاب رو براتون به کاور مگه بذارید دیگه. گفتم من اگه بذارید میگم. حالا من اصلا به لفظش کاری ندارم، واقعا واسه خودم این کار رو انجام نمیدم. میدونید اگه واقعا 1% حالا تحقیقات شما درست باشه من خودم دوست ندارم یک عاملی باشم واسه ترویج این کار، چون همیشه من با افتخار میگم من توی پیجم هیچ وقت چیز بدی نمیذارم که یه بچه یا یه کسی ببینه و واقعا روش تاثیر بد بذاره، حتی اگه خودم اون کار رو انجام بدم. میدونید عمومیش نمیکنم. خب به هر حال اصلا دلیل ما این بودش که اصلا چرا ما این لفظ رو بردیم با توجه به اینکه حاشیه‌ها پیش اومد اون مستنده اومد بیرون، یه عده از مردم فکر کردن که آره داره یه سری سرمایه گذاری روی این رقصنده شرایط هنوز روی مائده بحث است. من همینجا هم رستوران ازش دعوت میکنم اگه دوست داشته باشه بیاد مصاحبه بکنه که الان هم در ترکیه هستش، شما عکسش رو رسانه کردیم. خیلی هم به من میگن حالا مائده چطوره. من واقعا مائده جون رو یه بار دیدم همون روز اول که با هم بازداشتمون کرده بودم و ایشونو از ما جدا کردم، ولی خب با شاداب در ارتباطم، حالش خیلی خوبه. ایشالا کارش حل شه. اون از ما بیشتر اذیت شد، واقعا شاداب خیلی اذیت شد. درست. الان میتونید برید ایران؟ من نراستش دیگه جرأت ندارید یا نمیتونید برید؟ نمیدونم، فکر نمی کنم بتونم. میدونید موقعی که برگشتم کانادا انقدر ترسیده بودم که وقتی داشتم سوار پرواز می شدم گریه های آخرین بارم رو کردم دیگه. میدونید به امید، به فکر این که دیگه نمیتونم برم هی دارم زندگی میکنم که سخت نباشه، چون مطمئنم نمیتونم برم با این شرایط دیگه. آخه داستان اینه که هر کسی که تو ایرانه دوست داره بیاد خارج از کشور، شما برعکسی دوست داری برگردی ایران؟ آره من خیلی ایران رو دوست دارم. من 6 سال خانوادم هم اینجا زندگی میکنم، ولی واقعا همیشه با مامانم دعوایی که تو رو خدا بذار من برم ایران. دوستام اونجا، دوستامون دوست دارم دیگه. خب الان اگه ایران برید خیلی ایران به بیشتر. نظرتون چیکارتون میکنن الان برید ایران؟ فکر کنم کت بسته بگیرم. اینجوری که من چرا؟ الان که قوه قضاییه زیر بار نرفت. امروز خبری اومد بیرون، من برای خودتون فرستادم، شما برای من فرستادید، من برای شما دقیقاً نمیدونم، که قوه قضاییه زیر بار پرونده شما نرفت و گفت پرونده رقصنده‌های اینستاگرام آقا ربطی نداره و به کی ربط؟ قوه قضاییه زیر بارش نرفت. پلیس فتان که کلا آدم حسابش نکردن، گفتن اصلا پرونده مال تو نیست. پس وکیل شما اصلا دقیقاً نمیدونه که زیر نظر کی الان در حال حاضر پروندهتون. امنیته.
پلیس امنیت و قرارگاه فتحی 1. بله. بله. بعد اینکه فقط همینطور رضایت ازتون گرفتن گفتن بیاد بیرون دیگه، کارتون نداشتن دیگه بعد از اون. رضایت از همون نگرفتن. پروندهمون بازه، ما بعد دادگاه همون رو بریم الان، یعنی دادگاه پرونده بعدیتون که جان دادگاه بعدیتون که آقای فردین، من از اینجا بعد ما میرسیم تو سوالات مردم. حالا از من پرسیدن به رسم ادب، حالا چند تا سوال ازتون میپرسم که تکراری هم حالا میپرسم چون لایو رو میخوایم سیو کنیم. تکلیف نامزد داشتید؟ دوست پسر داشتید؟ چی داشتید؟ چی شد؟ به کجا رسید؟ بگید. این پسرای جان در کف سوزوندن دایرکت منو. این نه یکم سر دوربین رو بدید بالا لطفا. فقط آقای آره. فردین، من گفتم دیگه هر کسی یه رابطه سرش شروع میشه یه روزی هم تموم میشه. من چون فقط 5 سال مداوم با یکی بودم، همه براشون خیلی میدونی جدی بود و واقعا الان هی میپرسن بعد یه ماه و نیم ادامه میدن. این آقا به درد من نمیخورد. خب من تلاش زیاد کردم واسه رابطه‌ام ولی خب جواب نگرفتم و همه در جریانم. من همیشه خیلی بهترینا رو واسه رابطه‌ام میخواستم ولی خب این رابطه به درد من نمیخوردش و من دیگه بعد 5 سال فهمیدم. یعنی دیگه تموم شد دیگه. بله 1 ماه و نیم. یعنی الان پسر مجرد حمله کنن تو پیجتون؟ نه بابا. خیلی آخه میپرسن درگیرن، مثلا سوزوندن دایرکت منو. من گفتم به هر حال دغدغه اوناست، من نمیدونم. سوال بعدی رو بپرس. بله. وضعیت کلاس رقص ایناتون چجوریه؟ من هیچ وقت کلاس رقص نداشتم، هیچ وقت، و الانم هیچ وقت آموزش ندیده بودم. الانم تازه توی کانادا پیش یه خانومی شروع کردم به آموزش دیدن و این کلیپا هم همه رو مثلا با کامی یا با نگین یا با بارش جان کار میکردم، اونا به هم یاد میدادن یا نگاه میکردم یاد میگرفتم. هیچ وقت آموزش ندیدم، واسه همین هیچ وقت اجازه ندادم به خودم آموزش بدم و اینکه ایشالله دارم شروع میکنم پیش یه خانومی طرز آموزش دادن رو یاد میگیرم که توی تورنتو داریم با چند نفر کمپانی میزنیم. یعنی همین جوری رقص میکردید دیگه؟ آره انقدر طرفدار پیدا کردید. اول ولی بعدش برای من یه جور کارم هم شدش، چرا دروغ بگم بهتون، بعد یه جور عادت شد، یه کار شد و من خیلی لذت می‌بردم چون من سر رقص خانواده پدرم کردم خیلی خوشحالم از اینکه واقعا حداقل رشته‌ام معماریه ولی اون چیزی که آخر دوست داشتم رو دارم انجام میدم و از اون دارم کار میکنم، پول در میارم، زندگی میکنم و با اون منو میشناسم. درست. حالا چیز جالب من به دوستان بگم، شاید براشون جالب باشه. خانم الناز قاسمی روز اولی که به من پیام داد و با هم صحبت کرد رفت اینترنت. الان هست؟ بله. آره داشتم میگفتم که روز اولی که به من پیام دادید یادتونه دیگه، درسته؟ بله. چرا؟ گریه کردید و با من داشتید صحبت میکردید، فکر نمی‌کردید که در قالب مصاحبه باشه و میخوام به خیلی از دوستان بگم واقعا تو شبکه‌های مجازی واقعا بعضی از افراد یهو بهشون حمله میشه و بار رسانه‌ای شدیدی به سمتشون میاد، واقعا اووردوز میکنن و به نظر من اگر دیدید بعضی از دوستان تو پیجشون میزنن که امنیت پیج من دست فلانی، من به نظر من اون افرادی که فالوورهای بالا دارن بهتره که کنار خودشون افرادی رو پیدا کنن که کارهای رسانه‌ای بلدن. من یه تیکه وایس شما رو بدون اجازهتون میخوام پخش کنم برای مردم. به من دادید روز اول، خیلی برام جالب بود. نه من به شما اعتماد دارم. شما آره و این وایس من رو داشتم با یکی از خبرنگارا، شما نمیشناسید چون آدم سیاسی نیستید، ولی داشتم با یکی از خبرنگارا صحبت می‌کردم، آقای روح‌الله زم و مدیر آمد نیوزه، نمیشناسید شما و شاید خیلی دوستان. من این وایس رو براش فوروارد کردم و ایشون هم خیلی ناراحت شد از اتفاقاتی که پیش اومده بود. پلی میگم 22 ثانیه است. خیلی گلایه کرده بود از مردم تو وایس. نمیدونم فکر می‌کنید کدوم وایسه؟ یادم نمیاد. اون روز انقدر من دلم پر بود فقط سر شما خالی کرد. بشنویم وایس. ناراحت بودی در دست
بعضی از مردم و واقعا میخوام یه فرهنگ سازی بشه بین مردم. گوش بدیم. آره آقای امین، اصلا ماهده میگم من نمیدونم مردم بیشورن دور از جون، واقعا بعضی فکر ندارن. 2 صدای من گریه کردم، من داشتم زجه میزدم و ماهده خیلی سخت داشت سفت صحبت میکرد و کسی که به من گفت چرا گریه میکنی بابا اوکی میشه. به خدا کاش واقعا من که همون روز دیده بودمش، یه بار قبلا تو کافه اتفاقی دیده بودمش، زیاد من اصلا با ایشون در ارتباط نبودم، ولی تعجب کرده بودم که یه دختر 17 ساله انقدر قوی سفت داره میاد و من دارم گریه میکنم و بعد از این همه وقت من دارم به آدمایی که ازم میپرسن چه خبره میگم آقا اینه مال یه ماه پیشه، بعد به من شت میدن که تو حسونی میکنی. اتفاقها و این که من دارم گریه میکنم میگم نامزد داشتم 4 سال و نمیدونم با بابام جدا شدن کار زندگی میکنم، واقعا افتخاره واقعا. فکر کنم هلوش 2 ساعت به من وایس دادید، درسته؟ خیلی زیاد بود و منم وقتی اون اصلا قرار برای نبود که ما با شما مصاحبه کنیم و وقتی من اینو شنیدم و تصمیمی که در تیم گرفتیم گفتیم مصاحبه کنیم باهاتون، یه از دوستان شاید علت مصاحبه رو ندونن و فکر کنم جالب بود اگه مردم بشنون و یکم دقت بکنن، مراعات بکنن توی پیام‌هایی که میدن و روی موج سوار نشن روی اتفاقات مختلف و امیدواریم که اتفاقات خوب براتون بیفته. تبلیغ سایت قمارم نکنید. نظرتون چیه راجع به وایس؟ واقعا من خودم با شما چند روزه با پیجتون آشنا شدم، ولی واقعا آدمی هستید که همه میدونن من اصلا به خدا نه تو سیاست چیزی حالیمه، نه طرفدار کسی هم، نه فرقه ای، نه کاری دارم، ولی حداقلش اینه که توی جریان من واقعا من از همنشینی و همصحبتی با شما خیلی لذت بردم. واقعا خیلی محترم هستید و حرفاتون رو با منطق و سند به من گفتید. من خیلی لذت بردم. مرسی. الان من پولی که به شما ندادم این حرفا رو بزنید، فردا مردم نه بابا یه چیز دیگه هم تو رو خدا فردا برای من دست بلند نکنید این داره با الناز قاسمی ریل میزنه. اینا من خودم نقدم بگم که نچسبونید به ما تو رو خدا اینا رو بگم. چقدر گرفتم اینا رو گفتم خدا. آها یه نکته دیگه، موقعی که خواستید با ما مصاحبه کنید چند نفر به شما گفتن با من مصاحبه نکنید؟ اسم نبرید، دوستش ببرید. نه کسی نبود که من آخه بشناسم، نه بیشتر برای شما بود، برای اینکه حالا الناز وارد این بازی ها نشو. خب حقم داشتن، من واقعا تا حالا نه با کسی مصاحبه کرده بودم نه زیاد خودم درگیر حاشیه کرده بودم، فقط دوستانه به من میگفتن نکن این کارو، این آقا داستاناش جنجالیه و تو کشیده میشی تو بازی. ولی خب من واقعا گفتم این آقا تنها کسی بود که حداقل حرفای منو شنیدش. واقعا سپاسگزارم از شما. امیدوارم که اتفاقات خوب براتون بیفته، ایران بتونید برید و اینکه براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم. میدونم مامانتون هم کنارتونه و از قبل به من گفته بودید سلام به مامانتون هم برسونید. آره براتون بهترین ها آرزو می‌کنم. سعی می‌کنم یه سری سوالات رو ازشون فاکتور بگیرم. خیلی از مردم از من پرسیدن، شاید جایز نباشه، خودتون هم دوست نداشتید جواب بدید و ان شاءالله بتونیم فرصت دیگه با هم دیگه صحبت بکنیم. اگر صحبت دیگه دارید در خدمتتون هستم. خیلی ممنون واقعا، هیچی، خیلی لطف کردید. موفق باشید. سپاسگزارم، براتون بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم میتونیم کامنت ها رو هم باز بذاریم، 1 دقیقه مردم ببینم چی میگن. فکر کنم بهتر باشه، احترام بذاریم به اون 3-4 هزار نفر. میشه متوجه شدید چی میگم؟ اینطور جانم یه تایم دیگه آقای انور؟ باشه، سپاسگزارم ازتون. باشه، در خدمتتون هستم. خیلی ممنون، ببخشید. خواهش امیدوارم که اتفاقات خوب براتون بیفته. حتما لایو رو هم میذاریم در کانال تلگرام و یوتیوب برنامه پشت پرده که دوستانم ببینن. سیو هم هست که توی استوری خانم قاسمی میتونید ببینید. براتون بهترین آرزو میکنم. شب ما و روز شما و شب ایرانی‌ها بخیر. مرسی، ممنون. خداحافظ. سپاسگزارم.